aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? زهرا چه شده، خوب هستی؟ خوب نیستم. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. بسیار خسته شده. خوب نیستم. بسیار خسته شده. علی زیاد خسته شده. اونا مرا ترک کرده رفتن. من در فکر اونا هستم. اما اونا حتی یک روزم در جستجوی من نشدن. زهرا، حقایق بعضن نسبت به فکر ما و دید ما بسیار متفاوت می باشه. ببین، در زندگی ما هم پریشانی و هم سرکشی بود، اما با اومدن پدرم من فهمیدم که موفق هستم. حال من نه پریشانی دارم و نه سرکشی. اما کاکا جمال انسان بسیار خوب هستن. ببین، با پیدا شدن پدرم یک ذره باور نداشتم، اما دیدی که آمد. وقت پدرم در جستجوی ما نبود، او مقصرم نبود. زهرا، تو ناامید نشو لطفاً. شاید پدر مادر ما مجبور باشن. با خیبر فین و فرمان طلاق میگیرن. همه چیز تغییر میکنن. انشالله. بخیز. مادر، مادر جان، خیریت است؟ خوب معلوم نمیشه. از آمدنم خوش نشده؟ نه خیر، کاملا برعکس. خوش شدم که تو خانه اونا را ترک کردی.
اما کمی خسته هستم. رفته به زهرا میگم که لوازم تو رو به الماری جابجا کنه. ضرور نیست. ای دیگه چی معنی بده؟ باید جابجا کنه. بیازو هیچ کاری یاد نداره. ما بریم همراه نوجین مادر گپ بزنیم. ضرور نیست مادر. به خاطر چی دختر؟ شما از هم جدا میشین، باید دلیلش رو بگویی. مادر نمیخوایم. به هیچ کس چیزی نمیگه. به خاطر که فرمان به زودی آمدن مرا از اینجا زاری کردم میبره. برات چندین بار گفتم که دختر تو را حتما چیزی شده هدیه. گپ نمیزنه، یک قسم بی حال است. هیچ متوجه خود نیست. باز گرفته آوردمش چند روز همینجا باشه. خوب کار کردی، خوب کار کردی. اگه شوهرش غرض نداره تا هر وقت که میخوای همینجا باشه. دخترم بخور. دوران کجاست زن؟ امروز از دکانم وقت برآمده بود. با تو زنگ نزدم؟ نه خیر، شاید پیش مشتریای خود رفته باشه. به زلال یک بار خبر بده که یک روز بیاید تا با هم به خرید بریم. درست است مادر. او زن یک خان میشه. نظر به همو باید لباس بپوشه و آمادگی های خود بگیره. باید آماده شوه مادر جان. قسم آماده شوه که لیاقت دوران خانه پیدا کنه. مثل شما بالای دوران افتخار میکنه مادر، و مثل من کار کنه پرتلاش و یک خانه قابل افتخار به ما خواهد شد مادر جان. طرف ما رفته مادر جان، طرف من. بچه پدرش از دیگه. حتما پدرم کدام دلیل داره که تا امروز برام چیز نگفته. بسیار میخوایم بفهمم که چرا پدرم تا امروز برام چیز نگفته. صبر داشته باش ملکه. همی که رسیدیم درباره کل چیز میفهمیم. آزاد، تشکر از اینکه همراه ما آمدی و در هر حالت در کنارم هستی. همیشه همراهت میباشم ملکه. هرگز ازت دور نمیرم. هر جایی که بخوایی میایم. کاش که پدرمشان از هارمونی نمیرفتن. کاش که از تو دور نمیرفتم. تو هیچ وقت از من دور نبودی ملکه. همیشه همراهیم بودی. مادرم است. آزاد، چطور هستی بچه؟ هیچ زنگ نزدی؟ چی؟ همراه ملکه استانبول رفتی؟ بچه برد چی گفته بودم؟ در ارتباط من نظر خدا برد گفته بودم. به هر صورت همی که آمدی زنگ بزن. به تو بعضی گفتنیا دارم. به خاطر که همراه من هستی خوش نیست نه؟ نه خیر جانم، چرا این گپا را میزنی؟ تو دروغ گفتنم هیچ یاد نداری آزاد. مادرت پیش ما آمده بود. چه وقت؟ چی برات گفت؟ تو را زیاد دوست داره. نمیخواه به تو کدام ضرر برسه. به ناراحتی تو خوش نیست. از همین خاطر برام گفت که از تو باید دور باشم. این گپ امکان نداره. تو برش چی گفتی؟ چیز نه، فقط گپایش گوش کردم. چوب بودم. آزاد، شاید مادرت حق به جانب باشه. اگر من در خانواده شما مداخله کنم. ملکه، تو هیچ نوع مداخله در خانواده ما نکردی. خانواده ما هم نباید بین ما مداخله کنن. یعنی هیچ کدامشان نباید مانع ما شوند. غذای مورد پسند ملکه را آماده کردیم. کار خوبه کردی. شاید آخرین غذای باشه که همراهش میخوریم.
باید برش بگویم خود دیدی سمی همه چیز به خوبی پیش میره. اگر ناوقتم باشه ما کار درست انجام میتیم سمی. خوش آمدین اولادایم. خوش باشین. بفرمایین بفرمایین. دخترم ملکه بیا داخل بیا، براتون غذا آماده کردیم، بفرمایین. الیف او طرف بشی. ایرام اقسم میمانم اقسم. پدر شما چی میکنین؟ چی میکنم؟ از روزی که برفین رفته همی حالت ماست. تمام لباسای خود باید خود ما اتو کنیم. چی کنیم دیگه فرمان؟ پدرم یک کار نو پیدا کردم. اتو کاری؟ ولی خنده کنین. این روزا خو بسیار خوب است. با کار ساختمان شروع میکنیم. ببینیم که چی میشه. باید تحمل کنیم. دیگه چاره نداریم. دخترم تو هم بیا بیشی که زود خلاص شو. بخیز بیا بخیز. چرا شما هر دوی قسم آرام شیشتین؟ هیچ چیزی نمیخورین اولادایم؟ از بسیار راه دور آمدین. تشکر مادر جان، زیاد به زحمت شدین، اما من میخوایم هر چی زودتر گپای پدرم بشنوم. دختره قندم ما و پدرت میفهمیدیم که یک روز این موضوع را حتما باید به تو بگویم، اما پیش از اینکه برات بگویم میخوایم یک موضوع را بفهمی که بیش از هر چیز دیگه تو را دوست داره. چی جریان داره پدر؟ پدر و مادر زهرا کی است؟ چرا به شما قدر مشکل است که بگوین ها؟ به خاطر که مادر اصلی زهرا خب یک مجرم است. مجرم است؟ بله همینجاست. وقت من در استانبول کار میکردم سارنوال او زن بودم. او زن شوهر خود کشته بود. نامش آیسال است. سالها شوهرش بالایش ظلم میکرد. از همین خاطر پیش از وقت ولادت کرد. طفلش یعنی زهرا چند مدت زیاد داخل ماشین با مرگ مجادله میکرد. آیسالام بالاخره شوهر خود کشت و خودش زندانی شد. یعنی تا هنوز در زندان است. فکر میکنه دخترش مرده. با خاطر محافظت از دختر خود به یک خانواده خوب ضرورت داشت. او اخراج شد به خاطر بعض مشکلاتی که در قریه داشت. استانبول به دیدن ما آمده بود. خبر شد که ما در تلاش یک خانواده هستیم. گفت من این دختره به یک خانواده خوب میدم. ما هم دختره براش دادم، او هم با اورهان بردش. خوب است، اما چرا تا امروز برام چیز نگفتین؟ من ماها خاموش بودم، چرا شما برام چیز نگفتین پدر جان؟ گفتنی که مادر اصلی زهرا یک قاتل است و فعلا در زندان است هیچ مناسب نبود. به نظر تو مناسب است؟ پدر اصلیش توسط مادرش به قتل رسیده. پدر جان اونا زهرا را در سینه خود به بدل دادن، هست تحصیل خود ماند، زندگیشو برباد کردن، کم بود او را از بین ببرن. فهمیدنی که مادرش یک قاتل است به نظرتان از این همه بدتر بوده میتونه؟ حق با تو است. نمیفهمیدم که زهرا همون دختره است که به راشد داده بودم. به خاطر که راشد گفته بود او دختره به یک خانواده دیگه تسلیم کرده.
من فکر کردم که این زهرا دختر اصلی راشد است. من تازه خبر شدم که زهرا همون دختر است که من به راشد داده بودم دخترم. بعد از معاینه دی ان ای وقت تو برای ما زنگ زدی من همراه مادرت یک جایی بودم. میخواستم ابو دقیقی گپ برای ما گفتی تمام واقعیت برات بگویم دخترم. اما تو نیست جانان گنگواره چه پس یک چیز خوب بگو. بله. خوابت نمیبره؟ ده اصل جای تعجب خویی است. تو تا امروز تو تانستی آرام بخوابی هدیه جان؟ ای قسم نگو. کی میتونه از گناه خود فرار کنه؟ سالامش حساب وجدان میکشم زمرد. فقط خودم میفهمم چقدر به عذاب هستم. آقا دوران خوش آمدین. گرسنه هستین غذا گرم کنم؟ نه خیر تشکر. زهرا او معلمتان کجاست میفهمی؟ خبر داری؟ با تشویش هستم زهرا. با این خاطر تو خبر داری که چند بار بالایش حمله شده، صنفم افتتاح شده. از او خاطر دشمناش ده تعقیبش هستن. بله استاد ملکه امرای آقا آزاد است. اونا استانبول رفتن. گفتی استانبول؟ چرا؟ به خاطر من رفتن که پدر و مادر واقعی من پیدا کنن. فکر میکنم کاکا سمی میفهمه که اونا کی هستن. رفتن که امرای کاکا سمی گپ بزنن. بسیار خوب. بخیر باشه. زنده باشی. دختره قنده مرا ببخش. مادر جان دختر مقبوله مرا ببخش. مادر جانم شما هم نم از واقعیت خبر شده. بس از دیگه گریه نکنین. مرا ببخش دختره. مرا ببخش عزیزم. دختر مقبول شب بخیر دختر قنده. شب بخیر. بالاخره امروز تانستی فاطمه را چوب بسازی. اما مرا چه قسم چوب میسازی هدیه؟ فکر نکنم مرا با دروغای خود شریک بسازی. همون قسمی که فاطمه گفت. تو فقط تا فرداشم وقت داری. اگر نمیخوایی من یا فاطمه به همگی گپ بگوییم. خودت برو بگو. به نوجین مادر و قدیم خان تمام حقایق باید بگویی. به همگی میگی که دوران بچه اصلی تو نه بچه فاطمه است. اینا مرا زنده نمیمانن زمرد. قدیم مرا از بین میبره. مرا میکشن. دوران دیگه هرگز مرا مادر نمیگه. ما او رو اولاد خود ساختیم. محبت دادیم. از برای خدا انصاف کن. من چه قسمی گپا بگویم؟ چه قسم؟ راه حلش خودت پیدا کن. به هر شکل یا از هر راهی که پیش میری خودت باید بفهمی. تا فردا برش یک چاره پیدا کن دیگه. خیرت باشه.
دی وقت شب درباره چی گپ میزنین؟ چی شده مادر؟ چی گپ است؟ خواستیم چند دقیقه با هم قصه کنیم. کدوم گپی نیست. در مورد چی گپ میزدین؟ آزاد نمیتونه خان بودن تو را تحمل کنه. در هر کار مداخله میکنن. مام جوابشو ندادم. شبتان بخیر. شب بخیر. پدر و مادرم، واقعا من نمیفهمم چی نوشته کنم. شاید به زودی موفق شوم شما را ببینم. کی میفهمه؟ شاید بارها با هم روبرو شده باشیم. اگه شما مرا ببینین خود شناختین. شاید به اندازه نزدیک بودیم که هیچ فرصتی شناختن یکدیگر را نداشتیم. نمیفهمم که با دیدن من خوش میشین یا که وقت مرا ببینین جگرخون میشین. اگه مرا دوستم نداشته باشین، هیچ نخواهین که مرا ببینین. من باید پدر و مادر اصلی خود ببینم. بسیار میخوایم شما را بشناسم. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر جانم. صبح بخیر. خوابت برد؟ بله زنده باش. من خواب نبرد. از شب تا صبح فکر کردم. به نظرم باید رفته همراه مادر زهرا گپ بزنیم. هیچ ضرور نیست دخترم. چی تغییر خواد کرد؟ بالاخره او یک زن زندانی است. اگه همراه او گپ بزنی فکر میکنی زهرا همراهش زندگی خواد کرد؟ دیگه ای که حالت روانی او زن هیچ خوب نیست. اگه زهرا او را ببینه به هر دوشان هیچ خوب نمیشه. وقت حالت روانی او خوب نیست، پس چرا تا حال او را به زندان نگاه کردن پدر؟ هر قسمه که باشه زهرا با دیدن مادرش زیاد خوش میشه. به نظر ما هرچی زودتر باید از زنده بودن دختر خود واقف شود. اگه امروز کس آمده برم بگویه که طفلت زنده است، هیچ نمیفهمم که چگونه عکس العمل نشان بدم. پنیر تمام عروسایم امروز مصروف هستن. چی میگن مادر جان؟ ما کجا بیکاری داریم؟ این قسم خو است. اما بازم در این خانه به یک خدمتکار ضرورت است. در این مورد اعلان دادین دخترم؟ بله مادر. بخیر امروز یا فردا یک خدمتکار خوب پیدا میکنیم. من دیروز تمام خانه را پاک کرده بودم مادر کلان. اگه حالا اجازه تن باشه همراه علی شفاخانه رفته میتونم؟ بله برو. به علی کمک کو که بخیر هر چی زودتر او هم خوب شود. همه قدر استراحت بس است اما تو نیست. امروز همراه زلال به خرید میریم. بله مادر. بعد از صبحانه برش زنگ میزنم. خوب است. حداقل امروز مردانگی کرمانی ها رو میبینم. انشالله که دوران نام ما را روشن میسازد. نتایج قبلی را گرفتی نه؟ دکتر میپرسه شاید ضرورت شوه. تو کجا میری؟ ما میرم. نیاز نیست. تو کارهای خانه رو بکن. من متوجه سونا میباشم. حالا سونا بریم. بالاخره مادر زهرا را پیدا کردیم. به علی زنگ بزنیم که به زهرام بگویم. نه خیر آزاد،
تا از همه چیز متیقن نشم نمیخوایم به زهرا چیز بگویم، باز بیچاره ناامید نشه. بیبی بگو علی، بیادر چطور هستی؟ خوب هستم علی، تو چطور هستی؟ در خانه کلگی خوب هستن؟ خوب هستم، دیگرم خوب هستن بیادر. بیادر گوش کو، زهرا اینجا به بسیار هیجان منتظر است. حالا تلفن برش میتم، درست است؟ فعلا دیگه خداحافظ. بله. زهرا هوش کنی برش چیز نگویی. آقا آزاد پدر و مادرم کی هستن؟ اونا را پیدا کردین؟ قسماً بله. شما آخه گفتین کاکا سمی میفهمه، براتون چیز نگفت؟ گفت کاکاس همه هرچی که میفهمید برای ما گفت زهرا جان. خب براتون چی گفت؟ خانواده مادرم کجا هستن؟ زهرا جان خانه که رسیدیم برات میگیم، درست است؟ کم صبر داشته باش. درست است آقا آزاد، من منتظر هستم. با استاد ملکم سلام بگوین، دستایشانم میبوسم. خوب از ملامتان برات سلام میگم. ما از رویت میبوسم. با گذشته هر روز غرق میشیم سمی، هر روز دروغ میگیم. چی وقت خلاص خواهد شد؟ تا چی وقت باید به ملکه دروغ بگوییم؟ تو زنه از کجا میشناسی سمی؟ قضیه شما پیش میبرم. وقت او گرفتار شده بود طفلش از بین رفته بود. یعنی حال ملکه رفته به او زن میگه که دختر تو زنده است، همونطور است؟ بگو نه؟ دیگه تو گناه چند نفر بالای خود میگیری سمی؟ با دختر اصلیت میگی طفل زنده نیست، از بین رفته؟ با یک مادر دیگه میگی طفل مرده زنده است، هم میره میگی؟ برات گفتم او زن تکلیف روانی داره، چرا نمیفهمی؟ در این صورت گناه نداره؟ زهرا را دختر خود فکر میکنه. اگه بخوای زهرا را ببینه باز او وقت تو چی خواد کردی؟ من راضی هستم. اگه ایجاب میکرد زهرا را هم اینجا میارم، با خاطر ملکه هر کار که لازم باشه انجام میدم. خدایا حالا بخیر، نوبت تو هست. شروع کالی. درست است دکتر صاحب. ببین زهرا، دیدی زهرا؟ آفرین علی. حالا کم استراحت کن، بعدا ادامه میدم. درست است دکتر صاحب. علی بسیار تعجب کردم، من نمیفهمیدم که تو اینقدر خوب شدی. چون در خانم تمرین میکنم بیکار نمی باشم. زهرا توی پیاله را بگی برای ما بیار، بسیار تشنه شدیم. درست است میارم. زود باش. بسیار کم مانده سونو، بسیار کم مانده. دکتر صاحب خوب است نه؟ کاملا خوب است، بسیار عادی پیش میره. ها دیدین؟ بالاخره معلوم شد بچه هست. بچه است؟ راست میگن؟ بله ببینین. آفرین سونا، هرچی میخوایی ازم بخوای. تشکر از اینکه ما را اجازه دادین ایسر خانم ببینیم. آقا سمی بالای ما بسیار احسان کردن. وقتی تقاضا کردن رد کردن نتونستیم. همین گپ یکی از جمله نادرات است، چون تا حال هیچ کسی به دیدنش نامده. چطور نامده؟ او اقارب نداره؟ تا جایی که معلومات داریم او اقارب نداره، فقط یک پدر کلان داره. بعضن به او نامه نوشته میکنه. او هم بسیار کهنسال است، تا حال هیچ نامده اینجا. تو برو گپ بزن ملکه. اگه من امرویت باشم شاید گپ نزنه. تشکر، زنده باش. خواهش میکنم. نه ترس، من اینجا میباشم، منتظرت هستم.
مصائب بچمشون به خاطر خوشی قربانی میکنم. تبریک باشه. زنده باشی. بیا سونا جان بیا. تو مرا بسیار خوش ساختی. یک دانیم. بیا فاطمه خاله بیا. خوش آمدی. بیا بشی. خوش باشی. دوران تو هیچ خوب معلوم نمیشی. خوب نیستم فاطمه خاله. چی شده؟ نه که امرای کسی جنگ کردی چطور؟ نه خیر، با خود جنگ میکنم. برای نام خودم هستم و بازندم. به هر صورت اگه بگویم هم شما نمیفهمین. سر تو فشار میارن که با زلال عروسی کنی اما تو نیست؟ به خاطر که خان باشی باید با کسی عروسی کنی که خواست اونا باشه. دوران تو مخالفت کردن میتونی، مجبور نیستی که با خواست اونا زندگی خدا پیش ببری. خب پس ما چی کنم؟ ها؟ از خان بودن منصرف شوم؟ از خوردی یگانه هدفم همی است. مادرم مرا به خاطر همی هدف کلان کرده. خان بودن و تو اینقدر اهمیت داره بچیم؟ در منطقه یا خدمتکار میشی یا خان. از اینکه خدمتکار باشم بمیرم بهتر است. به هر صورت خودت با ما چی میگفتی؟ راستش ما تو را فیلم ایچ ناراحت نمیسازم. ایچ ده قصهش نشو. بفهم تو چی مشکل داری. کم صبر داشته باش فاطمه خاله. بخیر خان شام. همراه نوجین مادر گپ زده یک چاره میکنم. حالا با اجازهتان ما میرم. پیش روید خوبی. دوران بچه بسیار خوب. حال برم بگوین این موضوع طلاق از کجا شد؟ چی؟ مادر فرمان نوجین مادر فرمان به خاطر که من راحت باشم گفت چند روز خانه مادرت باش، اما چی کنم در اینجام راحت نیستم. خب راستش فقط که من دختر کاکای علی نباشم فکر میکنه دشمنش هستم، بالای من تهمت میکنه. تهمت میکنه؟ یعنی تو از فرمان جدا نمیشی؟ هی خدا نکنه نوجین مادر ما جدا نمیشیم. برفین هرچی که واقعیت است برم بگو. وقت هیچ گپ نباشه علی چرا قسم یک گپ بزنه؟ میفهمین سونا حامل است نوجین مادر. وقتی علی از گپ خبر شد دیوانه شد دیگه. از او خاطر بالای ما فریاد زد. او دختر حال ناموس کس دیگه شده، اما علی هنوزم با او چشم دختر. توبه خدایا. علی را نمیشناسین، یک بهانه پیدا کرده غال مغال میکنه. در این قصر هر گپی که میشه اولتر از همه ما باید خبر شوم. اگر نه بالای هیچ کدامتان رحم نخواد کردم گفته باشم. دعا کن که فرمان از تو جدا نشه، اگر نه وای به حال ما. چی بگویم؟ خداحافظتان شاگردا. مطالعه کتابایتان فراموش نکنین. چطور هستی؟ خوب هستم. بودن یک کرمانی در صنف ما افتخار است. در مقاله خود چی نوشته کردی؟ میشه بریم بگویی؟ با تو نه، با معلم نوشته کردیم. اگه میخوایی بفهمی منتظر باش که اونا بیاین. ها راستی کتاب به زهرا دادی؟ برش دادم اما او کتاب نخواند.
من خواستم که او کتابو بخوانم. فکر کردم شاید خوشش بیاید. زهرا. بله آقا دوران. همراه معلمتان گپ زدم. متوجه باش دختر. گپ زدین؟ چی گفتن؟ اونا کجا هستن؟ چیزی گفتن امروز دوباره برمیگردن. در این صورت کدام معلومات بدی است آوردن؟ اگه نه اقدر زود نمی آمدن. اما تو نیست آقا دوران. شاید ما هم نمیفهمم. باز میبینیم. دوران، تو چرا اینقدر خاموش هستی؟ خیریت باشه بچیم. کم خسته هستم. ما هم امروز خسته شدیم. همراه زلال به خرید عروسی رفته بودیم. مادر کلان، ما با مادر و پدرم هم چندین بار گفتم، اما حتما میخوایی بگویی که کم دگام صبر کنیم. از این بیشتر به تعویق انداختنش خوب نیست. هم به زودی جلسه صلح اقوام برگزار میشه. به نمایندگی از خانواده کرمانیا تو باید به اونجا بری. ما برام. در اونجا خان بودن خود اعلان کن که همگی فخر کنن. درست است. نه خیر مادر. در جلسه اقوام نمایندگی دوران از خانواده کرمانیا هیچ مناسب نیست. آزاد. زهرا حاله منتظر خبر ماست. میفهمم. خب چی کنیم؟ به زهرا چه قسم بگوییم؟ یک بار پیش استاد ابراهیم بریم، امروش مشوره کنیم، ببینیم او چی میگه. زمرو تروس، اگه کدام گفتنی داری بگو. من نه مادر، اما هدیه به شما بعضی گفتنیا دارم. هدیه چی گپ است؟ مادر زهرا، زود آب بیار. مادر خوب هستین؟ وضعیت شدیدی؟ با یک گپ تو بیهوش شد. اگه به خاطر آزاد مخالفت میکنی شرم از زمرات. آزاد خودش اینجا را ترک کرده و رفت. بچه همینجاست مادر، پیشتان، همراهتان. مادر شما رو چی شده؟ قدیم راست میگه. به خاطر آزاد تو نمیخوایی دوران خانوادی ما باشه؟ بله مادر، او هم حق داره. حداقل باید یک جای برن. برای چندین بار گفتم آزاد گپ ما را در زمین مانده رفت. هر کسی که حق خان بودن خانواده ما را داشت همو خان میشه. بده دخترم بالشته بده. الله، وای مادر جان، پای کایم درد میکنه. پدر زیاد کار کردیم؟
زیاد خسته شدیم دخترم. امروز ما و بیادرت تکه تکه شدیم دخترم. امروز بیادرم چی کار کردیم؟ چی کار کردیم؟ اردیو ما یک جای پول حساب میکردیم. چی میکردیم؟ در ساختمان سمنتار انتقال میدادیم. آهنای مردم ای طرف و طرف میبردیم. چی میکردیم دیگه؟ بخیس یک گلاس آب برم بیار. پدر در جک آب نیست. آفرینه بچه یک گلاس آب بیار. فرمان ها کار شدی چطور یک گلاس آب بیار. نشنیدم پدر. توبه امروز تو هیچ کار کردن نمیتونستی فرمان. تمام روز زرگوش استاد شده چرت میزدی. حالا که گلاس آب میخوایم همورم نمیتی. کلتان بیکاره شدین. باور کنین. پدر لطفا هیچ خوب نیستم. حوصله گپایتان ندارم. توبه حوصله نداره. ای همه به خاطر تو شده. دختر کرمانی ها را فرا داد امرایش عروسی کردی. فکر ای روزا را کده بودی؟ ها؟ پدر برفین حامل است. خوب است. چی؟ دیروز وقت میرفتی گپا گفت. حامل است؟ از برای خدایا تمام عرفه گل و گلزار است. تمام عرفه گل و گلزار است. تمام عرفه گل و گلزار است. خدا جان تمام. شما خوب هستین پدر؟ چطور خوب بودن نمیتونم بچه قندم. مثل بم هستم کم است که انفجار کنم. نجات پیدا کردیم. هیچ کس ما را چیزی گفتم نمیتونه. پدر ما برفین طلاق میتون و گفت که چپ شهمق طلاق ملاق نمیتی. و عروسی خان است فهمیدی؟ فردا صبح خانه اونا رفته عروس ما گرفته به اینجا میری فهمیدی یا نه؟ دیگه دلیل نمیشنوم. خدایا خب زهرا پدر زهرا چطور خود شد؟ چی؟ گفتی زهرا تو نرو. زنگ فرمان است. بله دجله بگی تو را کار دارن. بله خوب هستم. تو چطور هستی؟ امروز کارخانگیم زیاد بود.
دختر زهرا زندانی است؟ بله استاد، متاسفانه کمتر است. سارن والصاحب چرا تا امروز برای ما چیزی نگفتن؟ مام همه گپ پرسیدیم استاد، اما فکر کرده که نباید زهرا خبر شوه. البته به نظر ما غلط سنجیده. به نظر مام حداقل به ما خب باید میگفت. حالا چی کنیم استاد؟ یعنی این گپ به زهرا بگوییم یا نه؟ بدترین کار که در این دنیا وجود داره ناامید ساختن انسان هاست. امشب شاید او را خواب نبره. از آمدن شما خبر دارم، منتظر خبرتان است. درست است، ما زنگ میزنم. خوب است. بله بله زهرا؟ آقا جان، فکر میکردم شما نخواد برام زنگ بزنه. زهرا جان معذرت میخوایم، ما هم یالا رسیدیم، کم ناوقت هم شده. یعنی شما فهمیدین که پدر و مادرم کی هستن؟ نه آقا آزاد؟ میفهمین که اونا کجا هستن اما تو نیست؟ او رستورانت را که همیشه میریم دیدی، امونجا بیا همه چیزا برات میگم. بله زهرا؟ میشنوی؟ میشنوم آقا آزاد. ها درست است، بیا ما منتظر میباشیم. درست است. خداحافظ جان. زمرد، از که به همگی نگفتی تشکر میکنم. به خدا او وقت بسیار ترسیدم. اما باید میگفتم. این بسیار یک ظلم کلان از هدیه. توقع نداشته باش که خاموش باشم. قربانت شوم زمرد، این کار نکو. قدیم دیوانه میشه، بچه ما از دست میتم. چی میشه این کار نکو. خب بچه ما آزاد ما چی؟ حق او است که خان شوه. خود آزاد نمیخواه خان شوه. بیزو هر دوی ما میفهمیم که دوران لیاقت خان شدن داره زمرد. آزاد انسان با وجدان و مهربان است هدیه. اگه تو بگویی شاید ما از بین برم زمرد. از ای که دوران از دست بتم ترجیح میتم بمرم. در این اتاق کی است؟ نامش ایسل است. کسی همراهش نیست. خدا با چاقو زخمی ساخته. وضعیتش هیچ خوب نیست. زندانی هم است. امروز تازه آوردنش.
بار به علی زنگ بزنیم. شاید نوجین مادر اجازه نده. نه خیر جانم، کم صبر میکنیم. آزاد، ما به زهرا چی بگوییم؟ واقعیت برش میگم. ملکه دیگه چی؟ نمیتونم. من گفتم نمیتونم. ای که مادرت زندانی است. اگر نگوییم دگام بد میشه. این قسم نمیشه، باید بگوییم. اگر کرمانی خبر شوند زهرا را زیاد زجر میتن. ایره تو هم میفهمی. چوبش کامت ملکه. زهرا جان، ما را زیاد با تشویش ساختی. کارم هم یالا خلاص شد. میبخشین که منتظر ماندم. ای چی گپ است جانم؟ بیا بشین. گوشنه هستی؟ چیز میخوری؟ نه خیر آقا آزاد، زنده باشین. چیزی نمیخوایم. بسیار میخوایم بفهمم که چی پیدا کردین. اونا را پیدا کردین نی؟ چه قسم هستن؟ در کجا زندگی میکنن؟ تا هنوز پیدا نکردیم. بعضی معلومات به دست آوردیم. درباره‌شان بعضی گپا را گفتن، اما ای که زنده هستن یا نه تا هنوز نمیفهمیم. به خاطر که من ناراحت نشم بریم نمیگین همونطوری؟ نه خیر زهرا، من فهمیدم. فکر میکنم اونا مرا نمیخواین. آیسل خانم، آیسل خانم، آیسل خانم کجاست؟ زهرا جان، دیروز وقت آقا آزاد زنگ بودن کار گپا فهمیدم. میفهمیدم که مرا نمیخواین. زهرا جان، کسی نگفته که اونا تو را نمیخواین. چقدر احمق هستم. کسایی که سالها پیش مرا ترک کرده رفتن، خواستم اونا را پیدا کنین تا مرا ببینن. زهرا، استاد ملکه لطفاً به ارتباطی موضوع دیگه هیچ چیز نگوین لطفاً. زهرا جان ببین، من پیشت هستم. آزاد بیا در تام است. تو تنها نیستی. میفهمم. برفین و فرمان طلاق گرفتن. نمیفهمم آقا آزاد، اما برفین در قصر آمده. یعنی که گپ خلاص شده؟ تو بخیر از اونجا آزاد میشی. میفهمی من همیشه منتظر تو بودم. خب به اجازه داد، من دیگه باید برم. من و جین مادر کلانو وعده دادیم که ناوقت نمیکنم. بیازا به دیدن ایلیفم میرم. خوب است که ایلیف است. شکر که شما هستی. متوجه خود باش. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. خداحافظ. خداحافظ جانم. خداحافظ. معلم خانم آمده. فعلا چای می نویسه. امرایش آزاد کرمانی هم است. حتما آزاد میره. ازش دور نشی فهمیدی؟ زمرد، تا صبح نتونستم بخوابم. فکر کردم. مام، درباره بچه‌م فکر میکردم که او به زودی از من جدا میشه. از هم دیگه جدا نمیشین، اما یک شرط دارم. هرچی بگویی قبول میکنم. از خان شدن آزاد پشتیبانی میکنی هدیه. میبخشین استاد، مقاله های ما را خواندین؟ ملکه معلمتان مطالعه کردن نمره میته، اما مطمئن هستم که مقاله های خوب نوشته کردین. خوش آمدی ملکه خانم. خوش آمدین استاد. خوش آمدین استاد. چطور هستین استاد ملکه؟ خوب هستم شاگردا. با دیدن شما دگام خوب شدم. ملکه شاگرداره به شما تسلیم میکنم دخترم. به زحمت شدین استاد. استغفرالله دخترم. همگیشان منتظر هستن که بفهمن شما مقاله هایشان خواندین یا نه. شام همیشانت دانه دانه میخوانم، بعد در صرف تکرار میکنیم.
تشکر که هستی. پشتت زیاد دق شده بودم خواهر. من پشتت دق شده بودم. ببین برای چی آوردیم؟ تو تقسیم میکنیم خواهر. درست است. تو چرا تنها هستی؟ پدرم در خانه خواب است. چرا کار نرفته؟ نیک مریض است. نمیفهمم. زیاد مزه دار است. نوش جانت خواهره که قنده. نگام برات میارم. اونو بیادرم آمد. بیادر زهرا خواهرم آمده. بیادر نیک شما. زهرا جان ما جدا نمیشیم. یعنی در زندگی مشترک ای گپا پیش میایه. یک روز بعد بود که بخیر گذشت و رفت. ها زهرا جان بخیر به زودی عمه میشی. من حامل هستم. پدرم گفت اینا رو تقسیم میکنم، قبول نکردم. گفتم امرای دوران تقسیم میکنیم. خودت اینا رو تقسیم کن. دوران خب حداقل به قوم خیش خود یک جا ببریم. نمیخوایم مردم بد فکر کنن. نه خیر. توی گپای خدا بنو جین مادر بگو. تنها به من خیر میگی. دختر تو چی میگی؟ ها؟ تو جرأت نداری با خانواده‌ات نخیر بگوی دوران. تنها به من میگی. جسارت ایرام نداری که بگوی اون معلم دوست داری. یک گپ دیگه، همراه معروسی کده خان میشی. اگه به بلی گفتن عادت کنی خوب میشه. روز شما هم خوش. درسایتان بخوانین، درست است؟ درست است. یوسف تو هم دیگه حال خانه برو. خسته شدی؟ صنف تنظیم کنم باز میرم. من تنظیم میکنم. تو برو که مادرت تنها است. تشکر معلم صاحب. فردا بخیر میبینیم. خسته نباشی. تشکر میکنم. هفته آینده عروسی ما و دوران است. راستی؟ تبریک باشه. اگه بیایی هر دوی ما بسیار خوشخواد شدیم. البته چرا نه؟ کوشش میکنم که بیایم. زمرد سلطان خیرت باشه. بسیار وقت میشه که اینجا نامدی. چی گپ هست؟ دیگه قسم خود رو دیده نمیتونم آزاد خان. بیاین مادر جون بشینین که چای بنوشیم. بیاین. کاکا سلیم 2 چای بیارین. خب مادر جان قصه کنین. چطور شد که امروز اینجا آمده؟ ای بار در مورد گپایم جدی فکر که آزاد جان بسیار مهم است. به خاطر خان شدن تو یک فرصت پیدا شده. اما مادر جان نوجین مادر اجازه نمیده که من خان شوم. باید اجازه بده. از این فرصت باید خوب استفاده کنی آزاد. تنها به خاطر خود نه،
با خاطر تمام مردمت بچه. خانواده ما با یک خانه خوب ضرورت داره. یعنی به تو. از شما نفرت دارم. به خاطر که مرا ترک کرده رفتین ازتان نفرت دارم. آینده مرا خراب کردین. از کلتان نفرت دارم. نفرت دارم. مرا تنها ماندین. ازتان نفرت دارم. از کلتان نفرت دارم. نام من منور است. دو برادر دارم. یکیش 1 سال است، دیگه شم نو تولد شده. پدر و مادرم نامشن نومان گذاشتن. به اندازه دست و پاش خورده است که از لمس کردنش میترسم. مادرم میگه که طفله نبوز، فقط داغوش بگی. او واقعا بسیار خوشبو است، مثل مشک خوتن. خوشبویی است. همینجا بود، داخل دستکول بود. خسته نباشی. برفین دوباره پیش شوهر خود رفت؟ بله مادر جان. خوش باشین. دوران کجاست؟ مصروف کار بار است مادر جان. دوران خو مشناسین. خوش نداره کارا تکمیل بانم. بله، یک خانخو باید دارای همین خصوصیات باشه. راستش من با شما یک گفتنی دارم مادر جان. چی میگی عروس؟ دیشب زیاد فکر کردم. به نظر من زمرد حق به جانب است. در جلسه ای که تمام اقوام گرد هم میآیند به خاطر صلح آزاد باید بره. تو میخوای چی بگوی زن؟ چیزی که وجدانم برای میگه قدیم. آزاد از دوران کده بیشتر تجربه داره. تمام کاروباره به خوبی پیش میبره. تو نظر مرا میفهمی هدیه؟ به فیصله شما احترام قائل هستم، اما میگم خوب میشه یک بار دگام فکر کنین. تو جرأت نداری به خانوادت نخیر بگویی. تنها به من میگی و جسارت ایرام نداری که بگویی او معلم دوست داری.
کجاستی معلم صاحب؟ ها؟ کجاستی؟ خیریت باشه آزاد. به چی فکر میکنی؟ معذرت میخوایم استاد. درباره زهرا فکر میکردی نه؟ درباره زهرا، علی، سونا، یوسف، تمام نوجوانایی که در این رسم و رواج قربانی شدن استاد. امروز مادرم آمده بود، گفت تو میتونی خان شوی. بعد از این کارهایی که شد؟ باورم نشد اما بسیار مطمئن گپ میزد. حتما کدام فکر داره؟ شاید اگر من خان شوم امید مردم ما زیاد میشه. بله، قریه ما به توار جوانا ضرورت داره. خب درباره چی تشویش داری؟ با این خاطر باید از کسی منصرف شوم. معلم صاحب به صنف درسی آمد. تنام است. همیال میرسیم. صنفم هم رایش بود سوزان. آرمانی بدون. حالا پیش دخترم میرم. آرمانی حرکت از بخیر بدون. آرمانی گفته که نوجین مادر مرا دوست داره. برش همه قسم معلوم شده که نوجین مادر مرا دوست داره. باز رفته و 40 گوسفند قربانی کرده. فکر میکنی به یاد ندارم چند روز ختم و خیرات بود. هر روز به فقرا نان داده میشد. کسی که بالای سرت قرآن کریم تلاوت میکرد من بودم. حالا دیگه مام نمیخوایم خانی را قبول کنم بالایم سخت تمام میشه. یعنی که تصمیم گرفتی میخوایی دوران خان شوه؟ نه استاد، یک حس عجیبه دارم. چون خانواده را میخوایم که با هم متحد باشن، درباره یکی دیگه خود درست تصمیم بگیرن. چیزی را که اونا درست میبینن باید همو کار کنی و بخواست اونا عروسی کنی. باز او وقت در زندگی هم سفر می داشته باشی که نسبت به او هیچ علاقه نداری. آزاد
دیگه. نمیخوایی چیزی بگویی هدیه عروس؟ تا امروز به خاطر خان ساختن دوران چی کارهایی که نکدی؟ نه خیر قسم نیست مادر. ما دوران و آزاده به یک نظر میبینم. هر دوشان اولادایی خانه هستن. چیزی که به ما میزیبه ای است که باید مانع بعضی کارهای آزاد شویم. تو نمیتونی درباره زندگی خود تصمیم بگیری، اما اعضای خانواده درباره تصمیم میگیرن. کاملا همه قسم است. استاد هر باره که فکر میکنم باز یک طرز وجودم پیدا میشه. چای بسیار خوشمزه بود. استاد یک گلاس دیگه می نوشیم. چی گفتم؟ می نوشیم بچه، می نوشیم. درست است. آزاد زود چه بسر بیا اینجا رو آتش گرفته. نفهمیدم. آزاد زود چه بیا اینجا بسیار زیاد دور است. ملکه حالا دیگه استاد جواب بده. میگن اونجا آتش گرفته و استادم داخل صنف است بیادر جان. شما بسیار خوب میفهمین که آزاد چقدر یک شخص عادل و شجاعست. استاد میخوایم که یک فرصت دیگه برش بده. شما متوجه هستین که چی میگین؟ آزاد به خواست خود خانه رو ترک کرده رفت. هم خانه رو و هم خان شدنه. شما میخواین که با پای او بافتیم و ازش خواهش کنیم که به خانه بیای ها؟ دشانم این کار نیست. آزاد فریب او استاد خورده. اگر نه باز آزاد هیچ گناهی نداره. بچه‌م تو خو هیچ چیزی نخوردی. نه زمرد زیاد اصرار نکو بانی. مادر میگن صف درسی ما آتش گرفته. استاد ملکم در داخلش بود. چی؟ تحمل کن ملکه. تو نجات میافی ما میایم. به دفاع و امبولانس زنگ زدیم. به لطف خداوند او را نجات میتیم. ملکه دی وقت شب ده اونجا چی میکدی؟ یا چی میکدی؟ دجله ای گپه کی برات گفت؟ صنفین برم زنگ زده بود. بله آزاد. زمرد معصوم ابراهیم، آزاد سر جلو است. استاد این راست است که صنف درسی آتش گرفته؟ متاسفانه دختر ملکام در داخل بوده. ما و آزادم همونجا میریم. خداوند او را نجات بده استاد. من بعدا خبر میگیرم. پس یعنی که این گپ راست است.
استاد مام در داخل صنف بوده. نه خیر، این امکان نداره. استاد آخر جزای خود دید دیگه. زمرد ما همیالا باید پیش آزاد برم. نجون مادر کلان برای مام اجازه بتین که برم. پاسان بارکا متوجه باش آزاد. جمال برام خبر بدی، درست است؟ نه درست است، زمانت برات زنگ میزنم، تو راحت باش، تشویش نکن. خواهش میکنم استاد من نجات بده، لطفا همراهش کمک کن. بارکا 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 مالکا تو خوب هستی؟ مالکا اعلام کنید، اعلام کنید. زهرا دخترم، با انتظار بودن در اینجا هیچ چیز نمیشه. اگه اینجا بشینی مریض میشی. جمال رفت، هر گپ باشه به ما خبر میده. داخل بریم. گلسوم مادرم از دست دادم، اما استاد ملک را نمیخوایم از دست بدم. همینجا منتظرش میباشم تا وقتی که ازشان خبر خوش داشتم. همینجا میباشم. اعلام کنید، مالکا اعلام کنید. مالکا فاطمه، ما میخواستم به تو زنگ بزنم. فاطمه برای کم دگام وقت بده لطفا. لازم نیست عدیه خانم، با دوران هیچ چیزی نمیگم. من هیچ حق ندارم که آرزوهای خان شدن رو ازش بگیرم. عدیه خانم من این کار همراهی او کده نمیتانم. فاطمه باور کو بهترین تصمیم گرفتی. من بعداً برات زنگ میزنم. نیک عقلت از دست دادی چطور؟ چرا میگفتی که آزاد خان شو زن؟ من گفتم بالایشان یک احسان کنم. بچه خدا فراموش کردی؟ میخواستی بالای آزاد احسان کنی؟
راست بگو اوزان نه کامرای دوران جنگ کردی چطور؟ نه خیر. اگه مادرم گپایی را که گفتی قبول کنه با جای دوران آزاد خان بسازه باز او وقت ما هم رایت کار دارم عادیه. چی شده دخترم؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ نمیفهمم، یک احساس بد پیدا کردم. بشی آی دخترم متوجه باش، حالا دیگه شما دو نفر هستین، لازم قدر کار نباید کنی. دخترم تو خوب هستی؟ کم خوبتر شدم. برفین خواهر، تو واقعا عامل هستی؟ تو چی میخوایی بگوی؟ البته که هستم، اما بطن تو کلان نشده. طفل دوچ تو وجود داره؟ دخترم تو چی میگی؟ همراه خانم بیادت قسم گپ نزن، بعد است. طفل دختر است یا پسر؟ او خدایا ایلیف. راستش شاید مثل بیادرت یک بچه مقبول باشه، یا شاید هم دختر باشه مثل زهرا خواهر مقبول. عکس دخترت هست. از وقتی که در موتر شیشتی در دستت هست و میبینیش. بله دخترم هست. ای بسیار مقبول است. به هارمونلی میروم که ایره ببینم. زهرا همیان جمال زنگ زده بود، گفت استاد نجات دادن، فعلا در شفا خانه هستن. شکر خدایا، خدایا هزار بار شکر. علت آتش سوزی چی بود؟ مواد کیمیایی انداختن. به از هر روز او را تهدید میکردن. معلوم دار بود که یک روز همی قسم بشه. ملکه گپ مرا قبول نکدی. چی را قبول میکرد؟ امیره که به مردم خود خدمت نکنه و از وظیفه ایمانی خود دست بکشه. استاد ما به شما زیاد احترام دارم، اما شما هم دیدین دیگه کم مانده بود که از بین بره. استاد چرا درک نمیکنه؟ اونا نمیخواین که به او صنف درس داده شود. وضعیتش چطور است دکتر صاحب؟ خوشبختانه وضعیت مریض خوب است. بعد دیگه اتاق کرفو را دیده میتونین. زنده باشی دکتر صاحب. خدا را شکر. تو خسته نمیشه که لحظه جان خودت در خطر میندازی؟ و تو هم از نجات دادن من خسته نمیشی؟ نه خیر نمیشم. چطور هستی؟ گلونم بسیار سوزش داره. برای تابتم. بگه بنوشم. تو در اونجا چی میکردی؟
رفته بودم که از اونجا یک چیز را بگیرم. چرا با ما زنگ نزدی؟ نخواستم به زحمت شوی. دوگام می نوشی؟ نه تشکر. اجازه است؟ استغفرالله. بیا دوران. چطور استی استاد؟ به خاطر پرسیدنی گپ ای که به شفاخانه آمدی بسیار جالب است دوران. آه ملکه، هنوز مشیار نشدی. از این صنف درسی منصرف شو. بانش متوجه کنور دستان باشین درست است؟ تو هم هنوز درست مرا نشناختی. شناختن اخو شناختیم، اما فکر میکردم شاید چیزی را اشتباه فهمیده باشم. اونو هر کاری که میکنن بکنن، اما من هرگز منصرف نمیشم. درس دادن و آموختن حق کلگی است. کسایی که میخواین حق از مردم بگیرن من همیشه امراشن مبارزه میکنم. گوش کازاد، تو هم برش یک چیزی بگو. نمیبینی هنوزم عقلش به جایش نامده؟ ملکه با نصیحت کسی ضرورت نداره. درست است. من میفهمم که چی کنم. حالا پرستار شاید برات اکسیژن بده. خوب شد که بخیر گذشت. پیش از اون میخوایی کاب بنوشی؟ بله می نوشم. درست است. بنوش. به خاطر کار کردن به استانبول رفته بودی؟ بله همونطور است. فکر میکنم زیاد وقت شده که دخترت ندیدی، چون بسیار پشتش دق شدی. بسیار زیاد پشتش دق شده. دختر ده هارمانلی چی میکنه؟ همراه پدرش است؟ پدرش فوت کرده. ای زندگی سرت باشه. خداوند تو را همراه دخترت خوشبخت بسازه انشالله. آمین. آقا دوران، آفتاب از کدام طرف برآمده که زنگ زدی ها؟ سیری کجاست بابا؟ خیرت باشه. نه که باز کدام کاری کرده؟ حاله به یادم آمد. حتما سیری کدام کاری به خاطر او معلم انجام داده. گوش کو، با سری بگو خدا در یک جای درست پنهان کنه، چون همی که او را پیدا کنم از بین میبرمش. گوش کو، بعد از این گوش کو که تنها نباشی. با فاطمه خواهر میگم که امرایت باشه. اگر نشد باز برات یک محافظ میگیریم. چی؟ چیزی که گفتم. باز کردن صنفای درسی خلاف خاص و میلی جانور است. از کارهای خود دست نمیکشم. من نمیترسم و محافظم نمیخوایم. نه خیر، نمیشه. بیبی بعد از این هر قدمی که برداشتم برات میگم، درست است؟ وعده است؟ وعده است. خب پیش از اینکه منصرف شوی باید اکسیژن بگیری. راحت باش. راحت باش. او سری احمقه برام پیدا کنه، همه جایا ببینن، هر قسمه که میشه او را پیش ما بیارن. ها درست از خان صاحب همیاله. خدایا با استادم صحت کامل نصیب کن، او را از تمام بدی ها محافظت کن. خدایا او را بسیار زود خوب بساز. خدایا ما را از تاریکی به سوی روشنی ببر. آمین. میشه بگوین موتر هارمونلی کدام است؟ دی موتر رفته میتونه. تشکر میکنم. دخترم انشالله که به دخترت میرسی، هر دویتان خوشبخت باشین. تشکر. مادر
امروز همراه اشرف خان گپ زدم. به جای فاطمه کسی دیگر روان میکنه. کیره؟ نامش آسی است. قبلا در خانه اونا کار میکده. بیچاره شوهرش وفات کرده. هیچ کسی کوی نداره. یک زن کارگر و مهربان است مادر جان. خوب است. زودتر بیاید دیگه. دیشب در این مورد بسیار زیاد فکر کردم. وقتی که میگین باید خان مشخص شوه، پس باید با آزاد بگوین که فردا شب اینجا بیایه. کل ما یک جای باید باشیم و این موضوع را حل بسازیم. آزاد باید معذرت بخواید و مشکل خود برای همگی ما بگوید. تشکر مادر. اما نباید دیگه از پشت او استاد هر طرف بره. فهمیده شد زمرد؟ اگه ای را قبول میکنه باز به اینجا بیاید. اگه نه باز حق خان شدن کاملا به دوران میتم. گپای ما همه قسم به آزاد بگوین. فکر میکنم که اتاق اشتباه کردین آقا. یک دختر کم خوابم میپالم. نمیفهم که در کدام اتاق است. گفتن که دمی اتاق است. همه قسم گفتن؟ بله. در ضمن برشان گفتم که دختر بسیار زیدی است، جدی است، بسیار حساس است. یعنی که هیچ کدام رفتار خوب ندارم؟ اما تو معلوم میشد اگه ملکه. پس به خاطر چی پیش ما آمدی؟ میفهمی که چرا اینجا آمدیم ها؟ چرا که همیشه با بدی ها مجادله میکنی؟ از همین خاطر. حالا خودت چطور احساس میکنی؟ خوب هستم. میخوایم که خانه برم اما دکترها گفتن که باید چند ساعت دگان باشم. راست گفتم، به خوبیت میگن. بله مادر جان. آزاد باید همراهت گپ بزنم بچه. درست است مادر، باز به دیدنتان میایم. بسیار مهم است. نوجین مادر میخواه که تو را خان بسازه. فردا شب کل گرد خانه جمع میکنه. هنوزم در شفاخانه هستی بچه؟ بله. درست است، ما هم اونجا میایم. چیزی شده خیرتی است؟ نه خیر جانم، مهم نیست. گلای را که آوردی بسیار مقبول هستن. تشکر میکنم. خواهش میکنم جانم. وقت آوردن کمی میشرمیدم اما بالاخره آوردمش دیگه. میبخشین، شما میفهمین خانه کرمانیا کجاست؟ خانه کرمانیا کمی دور است خواهر. دلت که با موتر میری یا که قدم زده میری؟ میشه برام نشانیشو بگوین؟ باز خودم میرم. مامان به طرف میرم خواهر. اگه خواسته باشی بیا. زنده باشی. من خانه کرمانیا به کار کردن میرم. تو هم به خاطر کار کردن اونجا میری؟ نه خیر. فکر کردم کدام کارگار دگاه میخواین، چون اون قصر بسیار بزرگ است. با تنهایی مشکل است. شوهرم وفات کرده و اولادم ندارم. این کار برام مناسب است. علی در حوزه را باز کن. باید همراهت گپ بزنم. علی میخوایم با آزاد زنگ بزنم. باید از وضعیت استادم خبر شوم. علی لطفاً. علی باز دروازه را قفل کرده. علی زود شو بچم، دروازه را باز کن. باید به شفاخانه بریم. علی ما دیگه نمیخوایم به شفاخانه برو. علی بچم.
مادر چرا خدا با زحمت ساختین من می آمدم؟ آزاد چیزی که در موبایل گفتم درست شنیدی بچم؟ نوجین مادر گفت که تو میتونی خان شوی. خداوند بزرگ است. خان شدن تنها حق تو است. خب فردا شب حتما خانه بیایی که نوجین مادر منتظرت می باشه. ای آخرین فرصت است. تو باید همراه قدر مردم عدالت کنی آزاد بچه. مادر بشینن که گپ بزنیم. بشینن. زن ما تو را چی بگویم ها؟ چرا آزاده گفتی که خان شوه؟ نترس بیس آزاد گپ قبول نمیکنه. از کجا میفهمی بیاخل؟ آزاد خان بودن خوش نداره. آزاد فقط استاده میخواه. او زنه به حد دوست داره. بچه به خانه میایی همه تو نیست؟ میفهمی که خواست من چی است؟ پس همراه ما و خودت ای کار نکو. او استاز ارزش ایره داره بچه. مادر شما چی میگن؟ ارزش چی؟ ملکه به خاطر او اطفال جان خود در خطر انداخت. در ضمن انشالله در آینده نزدیک خانم ما میشه. چی؟ تو چی گفتی؟ امی که از شفاخانه مرخص شد براش پیشنهاد عروسی میتون. نه خیر، نه خیلی کار نمی کنی. بگو که مذاق میکنی. بگو که نمیخوایی کار کنی. من تحمل کردن نمیتونم که بجای تو دوران خان شوه. مادر من ملکه را دوست دارم و همراهش عروسی میکنم. به خاطر چی میخوایی خانه کرمانیا بری خواهر؟ راستش یک امانتی ما پیششان است. با او قصر زیبایی که دارن از تو چی امانت گرفته باشن؟ بیبی احساس میکنم تو یک زن خوب هستی. من مجبور هستم در او خانه بر مدتی کار کنم. بون که بجای تو من اونجا برم. تو میتونی در هر جای دیگه به خود کار پیدا کنی. تو هم از دل گرمت گپ میزنی. در کجا کار پیدا کنم؟ به خاطر که من بتونم امانت من دوباره بگیرم باید در او خانه باشم. نه خیر این قسم نمیشه. میبخشی خواهر، اما من به این کار بسیار ضرورت دارم. نمیفهمم موبایل ما کجا ماندیم. تو ندیدی؟ نه خیر ندیدیم. زهرا با کی میخواستی زنگ بزنی؟ ما با خواهرم. خب چرا وقت من دیدی قطع کردی؟ هیچ، اما تا گفتم کسی نباشم.
چی کردی؟ کدام خبر دوبارش پیدا کردی؟ نه خیر خان صاحب، از کلگی پرسیدم اما خبر ندارن. خدا لعنتش کنه. سری دا کدام جهنم هستی؟ بریم. چی کردی؟ آزاده دیدی؟ ها دیدم در شفاخانه بود. بعد دیدن او استاد اونجا رفته بود. صحت استاد ملکه چطور بود؟ او خوب بود؟ من چی بفهمم؟ او را هیچ ندیدم. در شفاخانه بستر بود دیگه. تو چرا همراه علی به شفاخانه نرفتی؟ نه علی میگه نمیخوایم تداوی ما ادامه بدم. هر قدر کوشش کردم او راضی نشد. دروازه اتاق خود هیچ باز نکرد. خدایا خودت برام صبر بده. توبه 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 توبه. او بچه چرا قدر جگرخونی میکنی؟ برات خود گفتم تشویش نکو بچم. یک راه حل پیدا میکنم. چی خواد کردیم؟ دکانه میخریم. با کدام پول میخرین پدر؟ نه که شما هنوزم خواب میبینین. نه من خواب نمیبینم، اما میفهمم خوابای خود چه قسم به حقیقت تبدیل کنم. ما بخیر پولدار میشیم، پولدار میشیم، بسیار پولدار میشیم. آی خدا جان مادر نواسم آمد. صبح بخیر دخترم. صبح شما بخیر. برفین چی وقت پیش دکتر بریم؟ میخوایم که یک بار دیگه معاینه کنن. چرا عجله داری جانم؟ امروز ما کم خسته هستم. یک روز دیگه هم میرم، درست است؟ جانم برو دخترم استراحت کو. متوجه نواسم باش. مطمئن هستم که نواسم مرا پولدار میسازه. علی دروازه را باز که بچه، همرات گپ میزنم، باز کو. با پدرمم گفتم نمیخوایم گپ بزنم. چرا نمیفهمین مادر؟ علی با کم تداوی دیگه میتونی سر پایت استاد شوی. زندگیت خوب میشه. حالا دیگه دروازه را باز که بچه حالا. زندگی ها؟ من زندگی ندارم. زندگی مرا تباه کردین. به خاطر رسم رواجتان زندگی مرا برباد کردین. من زندگی را نمیخوایم. نوچین مزرگلان روغن خلاص شده. با بعضی چیزایی دگام ضرورت داریم. ما برم بیارم. تو اول بیبی که کی هست؟ بفرمایید شما کی هستین؟ نام من آسیه است. ما اینجا به خاطر کار کردن آمدیم. درباره شما گفته بودن. بفرمایید داخل بیایید. بانش خودم میگیرم. آسیه خانم آمد. سلام، روز بخیر. چطور هستین؟ زنده باشی دخترم.
پس آسیا که میگن تو هستی. ماشاءالله مقبولم هستی. زنده باشین. اشرف خان چطور است؟ خوب هستن شکر به دعای شما. زیاد متوجه تو بوده. زهرا تو آسیا را به اتاق فاطمه ببر. تمام کارهای خانه را برش بگو. درست است نوجین مادر کلا. صبر داشته باش زمانت، برش وقت بده. حتما خوب میشه انشالله. تنها به خاطر علی پریشان نیستم، به خاطر آزادم جگرخون هستم. زد که که همراه معلم عروسی میکنم. علی کسی را که دوست داشت حاصل کرده نتونست، از همین خاطر ناراحت است. میخوای آزادم جگرخون باشه ها؟ نه خیر، ما فقط میخوایم که اولادم زندگی خوب و راحت داشته باشن. میخوایم آزاد حق خود به دست بیاره. نه جمال، این قسم دیگه نمیشه. بچه های من یک روز از دست خود دادم. من نمیفهمم که چی کنم. خانسمی بسیار مقبول است. ایره برای کسی که میتمام بسیار مقبول است. خداوند قدمش نکنه آقا. آمین. بگوین مادر جان براتان گفتم که خانه نمیایم. نه خیر بچه، من به خاطر او زنگ نزدم، به خاطر علی زنگ زدیم. علی خدا در اتاق قفل کرده. نمیخواه که پیش دکتر بره. کاملا ناامید شده بچه. خب شوید. بله خودش هست. بریم. شور نخورد. رئیستان کجاست؟ خدا دا کجا پت کده؟ نمیفهمم. حالا ما با یادت میارم. بس از میگم. امین یس. برن بگیرنش. هوا خوب بود باز غذا را بیرون میخورند. اگه بیرون هوا سرد بود باز غذا را داخل میخورند. تمام کارا را سر تو میکنن؟ بله، از روزی که خاله فاطمه رفتن. با وجودی که کوچکم هستی دختره. اگه دیگه کدام سوال ندارین من رفتم میتونم. زهرا؟ بله. پدر و مادرت همراهت نیستن؟ نیست.
شدم مام پشت تو دق شدیم خواهر جان قندم. کجا میری؟ مرام ببر، زیاد خسته شدیم، در خانه بوده نمیتونم. نمیشه، مرا آرام بان، تو را خانه همسایه میبرم. بریم دیگه. اوف اوه. با آسیا تمام کارایش گفتی که چی کنه؟ بله نوجین مادر کلان تمام کارا رو برشان گفتم. آفرین زهرا. حالا میتونم به خرید برم نوجین مادر کلان؟ آسیا رو هم امروی خود به خرید ببر. هم در خرید امرویت کمک میکنه و هم منطقه را بلد میشه. ضرور نیست نوجین مادر کلان، من خودم آوردم میتونم. اینا از رای بسیار زیاد دور آمدن، شاید خسته باشن. نه مام همراهت میایم، با هم میریم. حالا دیگه بریم زهرا. تو به خاطر این صنف درسی تنها کوشش نه، بلکه جانتان به خطر انداختی دخترم. خداوند از تو راضی باشه. خداوند از شما راضی باشه استاد. اگه شما نمی بودین باز من هرگز از عهده ای کارا برآمدن نمیتونستم. باور کنین راست میگم. ما مزمی خاطر خود زیاد مسئول فکر میکنم دخترم. تو میتونی کار خوبه در یک جای دیگه انجام بدی. چی اینجا چی جای دیگه هیچ فرق نمیکنه. استاد من واقعا زیاد ترسیدم، اما هرگز منصرف نمیشم، به خاطر که من میفهمم عاقبت اطفال که مکتب نمیرن چی خواد شد. استاد میفهمم همیشه پشت کارهای نیک هستی. خداوند از تو راضی باشه. زنده باشی. شما هم زنده باشین. اگه ناراحت نمیشی میتونم درباره پدر مادرت بپرسم؟ اونا نیستن. یعنی اونا مردن؟ چرا ایره میپرسین؟ خب من همون تو پرسیدم، اگه بگویی شاید درد دلت کم شوه. اگه میخواین برام خوبی کنین میشه که برام یک کار دیگر را انجام بدین؟ البته چرا نه، بگو من چی کنم؟ معلمم در شفاخانه بستر است. اینا برام اجازه نمیتن که به دیدن او برم. از همین خاطر میخواستم که به بهانه خرید برایم به خاطر دیدن معلمم. به خیال معلمت از زیاد دوست داری؟ بسیار زیاد. بیا. آسیه چه قسم زن بود مادر؟ خوشتان آمد؟ خوب معلوم میشد. او را اشرف خان به زمرد معرفی کرده. بله یک بار باید از نزدیک ببینمش. مثل فاطمه بسیار کم پیدا میشه. هدیه در پیش من نام او را نگی، چند بار برات بگویم؟ خوش آمدی بچه. خوش باشین. چطور هستین خانم کاکا؟ تشکر آزا، زنده باشی. شما چطور هستین نوجین مادر؟ بسیار خوب. همراه علی گپ میزنم. درست. علی
علی دروازه را باز کن که گپ بزنیم. بیادر ما گفتم نمیخوایم امروی کسی گپ بزنم. درست از گپ نمیزنیم. میخوایم تو را ببینم. به شما دق نشدی جان بیادر؟ علی علی آمدین که میره ببینین بیادر. همی که من چقدر بیچاره و ناتوانستم میخواین میره ببینین. زیا اسلحه‌تان بندازن. اسلحه‌ت بنداز. دوران بله دوران. کلمه تو بخوان. کارت خلاص است. نه لطفا دوران شلیک نکنی. اگه مرا بکشی کس دیگر را به خاطر کشتن معلم روان میکنن. اگه من زنده باشم میتونم زنده بودن او را تضمین کنم. زهرا جانم بسیار مقبول است. یک دختر بسیار هوشیار است. در قریه هارمونلی زندگی میکنه. خانواده کریمانیا او را به بدیل عروسی کردن. استاد ملکه خوب هستین؟ من بسیار پشت تندق شده بودم. تشکر جانم. بشینه. استاد ملکه میفهمین به بسیار مشکل به خاطر دیدن شما آمدم. تا اینجا چه قسم آمدی جانم؟ به جای خاله فاطمه یک خدمتکار نو آمده. با بهانه خرید همراه او برآمدم. خوب زن است. مشکل من که برش گفتم کمک کرد. یک جا آمدیم. همینجا بود. زیاد تشکر میکنم زهرا جان. همین که آمدی و تو را دیدم حالت گام خوب میشم جانم. سونا حامل است. ما چه قسم تحمل کنم بیادر؟ ها؟ ای درد چه قسم تحمل کنم؟ باید تحمل کنی. کوشش که قلبتم مثل سنگ بسازی. بیبی ما مجادله میکنم. میفهم که نمیشه. اما بالاخره نتیجه میده. ایره تو هم باید بفهمی. با این کارات به خود ضرر میرسانی. طرف ما ببین. چیره دیده میتونی بجز شکست. از دوران طفولیت هر آرزویی را که داشتم به اون نرسیدم. انسان هر قسمه که دید داشته باشه اما قسم میبینه. اگه انسان حس خراب داشته باشه مثل وقت طرفی اتاق ببینیم بسیار بد جلوه میکنه. اما اگه خود خوب حس کنی اما قسمی اتاق به نظر خوب میبینی. حالت روانی یک انسان فهمیده میتونی
تو باید به خود احساس خوب ببخشی که یک چیز به نظر خوب دیده بتونی. بیادر، از جای خود بلند شده نمیتونم و خودت از من توقعی داری که او را پوره کرده نمیتونم. میخواستم امروی سونا زندگی خوش داشته باشم، اما شما ایره درک کرده نمیتونی. هیچ کس درک کرده نمیتونه. ما برات هر چیزی که بگویم بیفایده است. هیچ فایده نداره. راستش بسیار زیاد تشکر خلاصیه. مرا واقعا بسیار زیاد خوش ساختین. ازت میخوایم دیگه از این به بعد ازم تشکر نکنی، درست است؟ درست است خلاصیه. حالا فهمیدم که تو معلمت واقعا دوست داری. بله، چون او تنها معلمم نیست، مثل خواهر کلانم است، مثل مادرم است. شما خوب هستین؟ خوب هستم، خوب هستم. فضای شفاخانه وضعیت من را خراب میکنه. خوب هستم، بریم. یوسف. زهرا سلام. به دیدن ملکه خانم آمده بودی؟ چطور بود؟ شکر خوب است. خب تو چطور هستی؟ بسیار وقت میشه که تو رام ندیدیم. خوب هستم، گزاره میکنم. کتاب را که برات روان کرده بودم چرا نخواندی؟ کتاب؟ کدام کتاب؟ بعد دجله دادم که برات بیاره، چون همیشه کتاب میخوانی. نه، دجله به من کدام کتاب نآورده. چی شد؟ برات چی گفت؟ به شفاخانه میره یا نه؟ امرایش گپ زدم. فعلا برش چیزی نگوین. مشکل او زیاد است مادر. من میرم. بچه نوجین مادر از آمدن تو بسیار خوش شد. کاش که یک بار میدیدیش بچه. چشمای او همیشه تو را میپاله، همیشه تو را میخواه. اگر نه بعد از قدر کارایی که انجام دادی هرگز تو را نمیخواست و برات فرصت نمیداد. آزاد بچه. یک دانیم از برای خدا فردا شام بیا از نوجین مادر معذرت بخوای. تو چرا حق خان بودن به کسی دیگه میتی بچه؟ مادری کارا نکنین لطفا. ببین مشکلات ما چقدر زیاد است. بچه تو هیچ متوجه وضعیت بیادرت سونا زهرا و این مشکلات نیستی. تو باید تمامی خرافات از بین ببری. یک دانه فردا شام بیا. مادر ما باید دیگه برام. استاد ملکه، از روز که آمدی امی وضعیت است و امی جنجالا. بالاخره یک روز حقیقت برنده میشه. تو هر کاری کردی به خاطر زهرا بود و به خاطر آینده مردم این منطقه بود استاد ملکه. اجازه است؟ بیا دوران بیا. اما بازم میگه پا نگویی که معلم صاحب من برات گفته بودم. ملکه ناخ نگفتن که یک مصیبت از یک نصیحت کرده بهتر است. خب ایره بگو که چطور استی؟ خوب استم. حتی برام گفتن که مرا مرخص میسازن. بسیار خوب.
خودت چطور هستی فاطمه خاله؟ خوب هستم بچه. بعد از این ما چی خواد کردیم؟ نمیفهمم. پدر مرا مکتب روان نمیکنه. مرم روان نمیکنه. شاید دیگه خواست مکتب رفتن ما فقط یک خواب باقی بانه و بس. سلام یوسف، چطور هستی؟ خوب. چرا از ما خفه است یوسف؟ کتابا که برات داده بودم چرا به زهرا ندادی؟ چی؟ ما گفتی برش دادم اما او هیچ از کتاب خبر نداشت. از مرخصین با آزاد بگویم که به تشویش نشه. ها بگو ما مستیم که دلش جمع شوه. بله آزاد، من از شفاخانه برآمدم، همراه فاطمه خواهر هستم. راست میگه ملکه. برای میگفتی که من همراه موتر پیشت میآمدم. تو هیچ از بودن در کنار من خسته نشدی؟ نه خیر، من هرگز ازت خسته نمیشم جانم. میفهمم، مزاح کردم. فاطمه خواهر فعلا خانه میره، برای شب غذا آماده میکنه. با دکان استاد ابراهیم بیا که با هم ببینیم. درست است، تو برو ما میایم. درست است، خداحافظ. حالا دیگه بیا که بریم. چرا دروغ گفتی؟ من زهرا را در شفاخانه دیدم. در شفاخانه دیدی ها؟ ما با خاطر چی دروغ گفته باشم؟ میفهمی یوسف زهرا دروغ گفت. زهرا هرگز دروغ نمیگه، فهمیدی؟ چی بگویم دیگه خواهر جان؟ برپین؟ ها؟ اون دختر کاکایت نیست؟ بله دجله است. او ده اینجا چی میکنه؟ جالب است با خدا. حالا خب باید تا خانه می بود. اما که میبینن که هر روز اینجا میایه همراه یوسف ملاقات میکنه، روز اولش نیست. اصلا میال غم خدا میخوره. 24 روز شهر است به خدا. بیشک. بیاین که بره. یوسف تو غلط قضاوت میکنی. زهرا ماری آستین است. تو فهمیدی یا نه؟ زهرا بهترین دوستم است. دیگه درباره او قسم گپ نزنی. اگه گپ بزنم چی میشه؟ استاد پیش از اینکه ملکه بیایه باید براتون بگویم. یعنی اگه تو فردا شام به خانه بری باز خان شده میتونی آزاد بچیم؟ شاید اما تو شوه. نوجین مادر خواسته میخواه یک تصمیم قطعی بگیره. در حقیقت خود انتخاب یک تصمیم است بچیم. قدم ماندن در یک راه به این معنی است که تو راه قبلی خودت ترک میکنی. تو خوب فکر کردی که به کدام راه بری؟ فردا شام به خانه میری. ایره به ملکه گرفتم. برش پیشنهاد عروسی میکنم. مقبول است استاد؟ چی بگویم بچه؟ تبریک باشه. ملکه؟ سلام. خوش آمدی دخترم، بفرما بیشی. خوش باشین استاد. قسمه که معلوم میشه قدرم خوب نیستی به نظرم. بله آزاد، اما کم خسته هستم، مهم نیست. من خوب هستم، اما وضعیت صنف زیاد خراب است. آزاد خبر خوشه بگو دیگه. امیالا وقتش هست استاد. چه قسم خبر؟ بار صنف درسی یک جای نو پیدا کردیم. راستی؟ در کجا؟ یک انبار داریم. سابقه است، امونجا میریم.
بسیار خوب، همین حالا برای اونجا رو ببینیم. شما برین اولادا، من شام میایم. کارهای ما بسیار زیاد است. پس درست است، با اجازه تان میریم. پیش رویتان خوبی. برم. امرای آزاد گپ زدی؟ شام میایه یا نی؟ برش گفتم مادر، اما تا هنوز جواب نداده. تشکر دختر جان. دروغگو. دجله؟ زهرا امروز شفاخانه بعد دیدن استاد ملکه رفته بود، با شما بهانه کرده و دروغ گفتن و جین مادر کلان. ای گپ راست است زهرا؟ بگو راست است؟ ملکه وقتی اونجا را ببینی انشالله خوشت میاد. گپ جالب زدم، چرا میخندی؟ هیچ، اما تو بسیار وقت میشه خنده نکردیم. کاش که همیشه همین قسم خنده کنی. همیشه میخوایم همین قسم تو را ببینم. خب دیگه بیا که بریم. برو. برام وعده داده بودی. وعده داده بودی که دیگه او معلم نمیبینی. چرا این کار کردی؟ همیشه دروغ میگه مادر کلان. صبح وقت ده تلفن گپ میزد من دیدم. حتما امرای استاد ملکه گپ میزد. دزله بس است. تو چطور تانستی تا شفاخانه بری؟ با ما دروغ گفتی و با شفاخانه رفتی ها؟ نوجین مادر کلان ما. بله ما به شفاخانه رفتیم. وقتی خرید میکردیم فشارم پایین آمد. دفعتا سرم دور خورد. اگه زهرا همراهیم نمی بود باز در سر سرک ضعف میکردم و میفتادم. دجله زود با اتاقت برو. دیگه هرگز بالای کسی تهمت نکنی. ده اونجا باشه. صحیح است. یکان چیز اون طرف میمانم بسیار خوب میشه. خب چطور است؟ بسیار خوب مناسب است. در ضمن از صرف کار کلان و وسیام است. اینجا را خالی میکنه، یک رنگا میکنیمش صحیح میشه. بله بیزو با می کارا عادت کردیم. عادت کردیم. بیازو تو هم یک شاگرد خوب هستی. میبخشی؟ گفتی من شاگرد هستم؟ خب قهر نشد، اگه مزاق کردم. درست است. استاد ملکه، صنف استاد ملکه. گپ ما به دقت بله خان صاحب. امروز استاد ملکه آمده بود. امرای آزاد خان طرف انبار رفتن. تشکر. گوش که چی میگم؟ او طرف ور مطالعه به خاطر که گوش هست، ساحه کلانم است. خب او طرف مساحت او طرف و ای طرف. خب بله میشه، مشکل نیست. ده او گوشم گل میمانیم. من گلای زیادی دارم. به نظرم همی که تو باشی کافی است. از گل بهتر است. دوران تو اینجا چی میکنی؟ او راستش فکر کردم بچه ها اینجا هستن. میخواستم یک موضوع را برشان بگویم. اینجا خالی بود.
بچه ها در اینجا چی کنن؟ بیاین که بریم. به اینجا بعض لوازم ضرورت داریم. بیا که برم. بسیار زیاد تشکر خاله آسیه. اگه شما نمی بودین باز نوجین مادر کلان بالای من زیاد غر می شد. اگه می فهمید که به دیدن استادم رفته بودم باز هیچ وقت مرا نمی تو دیگه ضرورت نیست که تشویش کنی. من همراهت هستم. اونا تو را در اینجا غلام خود ساختن. بعد از این خودم متوجه تو هستم. اما اگه مادر و پدر می داشتم بازی قسم نمی شد. کم از کم یگان وقت خوب دیدنم می آمده. مثل استاد ملکه از من محافظت می کدن و قسم مرا تنها رها نمی کدن. از همین خاطر بسیار زیاد بالایشان قهر هستم. زهرا، شاید اونا خبر ندارن که تو زنده هستی. اگر میفهمیدن من مطمئن هستم که به بردنت میامدن. به نظر من خبر دارد. اگه خبرم نمی داشتن باز این مشکل خودشان است. چند سال گذشت آدم یک بار خبر میگیره. استادم همراه اونا گپ زده بود. خب چی گفتن؟ استادم میفهمه اما با من هیچ چیز نمیگه. اما من فهمیدم. معلوم دار است که مرا نمیخواین. اگه مرا میخواستن باز بسیار وقت پیش بوردنم میامدن. از همین خاطر میگم که هیچ خانواده ای ندارم. فقط الیف خواهرم، آقا آزادا، استاد ملکه هستن. بدون اونا هیچ کسی را ندارم. نوش جانت. خداوند ازت راضی باشه خانم ملکه. امروز تو را چیزی شده؟ فاطمه خواهر، اگه ای گپه به کسی نگویم از خوشی زیاد تک تخواد کدام. آزاد میخواه که برام پیشنهاد عروسی بده. حتی انگشترم گرفته. وقتی به استاد ابراهیم نشان میداد دیدم. بسیار خوش شدم. به خیرتان باشه. روز شما دو نفر با هم دیگه خود میزیبین. برای هر دویتان زندگی بسیار خوش میخوایم. انسان همراه کسی را که دوست داره خوش بودن میتونه فاطمه. خوب شد که آزاد خان شدن قبول نکرد. کاش که دورانم با کسی عروسی کنه که دوستش داره. یعنی چی؟ میفهمیم که نفر نامزادش نیست اما به هیچ کس هیچ چیزی نمیگه. البته به نوشین مادر و عدیه خانم کسی جواب رد داده نمیتونه. از همین خاطر آزاده بسیار زیاد دوست دارم. همیشه گپ قلب خود قبول میکنه و تصمیم درست عاقلانه نمیگیره. چی کردی؟ علی چیز خورد یا نه؟ آزاد راست میگه. نباید زیاد سرش فشار بریم. نباید به تداوی مجبورش بسازیم. حتی باید غذاش در اتاقش روان کنیم. این قسم حالتش خوب میشه. کاش که آزاد ده اینجا می بود. او علی را بسیار خوب درک کردن میتونه. ما برش حق انتخاب ماندیم. چی میکنه زمرو دروس؟ فردا شب به خانه میایه؟ چیزی گفت یا نه؟
نه خیر مادر، هنوز کدام جواب نداده. خب دیگه فرمان، دیدی امروز امرایشون به توافق رسیدیم. فردا به کار خود شروع میکنیم. ما پادشاه میشیم. پادشاه. پدر اینقدر پول چطور پرداخت خواد کردیم؟ بچیم کرمانی ها صاحب نواس همیشن. خانمت چی گفت ها؟ کل چیز بسیار زود خوب میشه. باز میبینی کل چیز خوب میشه انشالله. بیا دخترم بیا. بیشی دلم خواست که بگیرم باز از بازار گرفتم. البته دخترم البته، چون حالا دیگه تو عامل هستی. هر چیزی که دلت میشه بخود وجودت اصل شوه. اصل نوش جانت. برفین امروز تو بازار رفته بودی؟ تو خود گفتی که خوب نیستی، باید استراحت میکردی. اول احساس خوب نداشتم، اما بعداً وقتی که خوب شدم باز خواستم کمی برم قدم بزنم. البته دخترم البته، قدم بزن. هر چیزی که دلت میشه بخون. نوش جانت. آفرین. شما بشینین، من میرم براتون قهوه میارم. درست زنده باش. ملکه با استاد ابراهیم انبار نشان دادم. خوش کرد. گفت که پشت هر شهر یک خیر وجود داره. کل چیز خوب خواهد شد. البته خوب میشه، چرا که در اونجا میزای زیاد جای میشه و شاگردای زیاد هم جذب کردن میتونیم. بله، اما قبل از او ما باید بعضی اشیا و لوازمی که به اونجا ضرورت هست خریداری کنیم تا اونجا را منظم بسازیم. چی گفتی؟ یک بار ببینیم که چی است و چی نیست. بیا زود در این کار تجربه داره. با زحمت شدی فاطمه خواهر. زنده باشی فاطمه خواهر. نوش جان. زنده باشی. والله فاطمه خواهر، ما دیگه نمیگم که با زحمت شدی، چرا که بسیار وقت میشه قهوه دست شما را ننوشیدیم. نوش جانتان. شب کار داری؟ نه خیر. میخوایم با هم یک جانان بخوریم ملکه. درست است. خوب خود شد. خوش شدم. ما قندم تو بان ای کار نکو. بیرون جارو کدام حال غذا رو آماده میکنم. لازم نیست خالاسیه، من این کارا میکنم. گفتم بان دیگه. خالاسیه بانین که من انجام بدم، شما چای صبح آماده کنه. بان دیگه این وظیفه ماست. کل کارا من میکنم. همین که تو همراهی من باشی کافی است. دیشب درباره تو فکر کردم. چرا درباره من فکر کرده؟ همین که گفتی مادرت تو رو نمیخواه. به نظر من شاید مادرت یک دلیل داره که تو رو نمیخواه. اگه نه مثل تو یک دختر مقبوله کسی اعلام میکنه؟ در ضمن بیبی هیچ مادر اولاد خود اعلام کرده نمیره. یعنی تو نباید فکر کنی که مادرت مقصر است عزیزم. اما همه قسم است.
او دیگه در زندگی من نیست. اونا برای من مردن، یعنی به هر دلیلی که باشه. خب اگه یک روز بیایه باز چی؟ دختر مقبوله، یک دانه، بسیار دوست دارم. مرا ببخش جانم، نمیفهمیدم. اگه تو بگویه چی؟ بعد از قدر وقت نمیخوایم که بیایم. اونا را هرگز نمیبخشم. مادر، شما خوب هستین؟ پریشان هستین؟ به چی فکر میکنین؟ بگوین چیزی شده؟ زمرد به خاطری که آزاد خان بسازه بسیار کوشش میکنه. خب آزاد خون منصرف شده بود، بازو به عقل چی میخواه؟ خان شدن حق دوران است. بله. مادر چای می نوشین؟ توبه نمیفهمم دجلر چی شد، چرا تا حال از مکتب نامده؟ او شاید پیش او بچه که نامش یوسف است رفته باشه. یوسف دیگه کی از برفین؟ شما خبر ندارین خانم کاکا؟ ای گپ خود سر زبان کلگیست. دجله هر روز پیش یوسف میره، باور کنین. یعنی اگه دختر من می بود باز کم تنبیهش میکردم به خدا. زمرد عروس، کوشش کو که متوجه اولادایت باشی. درخت امو کرمه که در داخلش از سرنگون میکنه. اولادایت فراموش کردن که کرمانی هستن. نه خیر مادر، تهمت میکنن. دجله ای کارو نمیکنه. میگی که نمیکنه؟ یک بار تلفن بتی؟ بگیرن مادر کلم. بگی وقتی که باور نداری با زیر خودت به زهرا ببر، تمامش نخوندم اما خیر باشه. بگی که راحت شوی. دیروز بسیار رویه بد کردم، مرا ببخش. تو کتاب خلاص کو. نه من میرم خودم یکی دیگه میخرم. بگی دیگه میره بخوان. در کجا رسیدی؟ موتر حرکت کرده یا نه؟ ها، یوسف به دجله یک کتاب داده بود. یعنی شاید شما همون روز دیده باشین. قسمه که شما فکر میکنین و قسم نیست. البته که به نظر تو قسم نیست، چرا که اخلاق تو خود معلوم است. اگه این قسم نمی بود چطور همراه او بچه فرار میکردی ها؟ وقتی کتاب گرفتم چندین بار خواندمش. بسیار کتاب دلچسب است، اما تو نیست؟ مام جگر خون شدم که را باید دوباره میدم. میخوایم بفهم که آخر چی میشه. دجله تو اینجا چی میکنی دختر؟ ما کتاب میخواندیم. تو هیچ نمیشرمی دختر؟ ها؟ ما در مورد کتاب گپ میزدیم. این کتاب دجله با ما آورده. چپ شو احمق. تو خدا چی فکر کردی ها؟ تو کی هستی که در چهار طرف دجله میگردی؟ ها؟ کی هستی؟ دوران این کارا نکن، بچه را ایلا کن. این بچه را با فامان استاد ابراهیم فهمیدین؟ این بسیار خطرناک است، در هر جای پیدا میشه.
گوش احمق. اگه دیگه تو را در نزدیک دجله ببینم از بین میبرمت. فهمیدی؟ میخوایم یک میز خاص ریزرو کنم. خان صاحب کدام مهمان مهم دارین؟ برای یک مهمان بسیار زیاد مهم است. از او خاطر میخوایم که کل چیز عالی باشه، از گل گرفته تا غذا. تشویش نکنین خان صاحب، من متوجه همه چیز هستم. درست است. حالا باید قطع کنم، کسی زنگ زده. قسمه که گفتم همه تو باشه. درست است. خداحافظ. بله استاد میشنوم. استاد شما چی میگید؟ امیال پیشتان میایم. نه خیر، این لباس نمیشه. فکر میکنم مدلش سابقه است. آل فقط به غذا خوردن میرین. لباس عروسی را چه قسم انتخاب خواد کردین؟ او کار آسان است. یک باری شب تیر کنم. بسیار هیجانی هستم فاطمه. بسیار احساس عجیب دارم. هیچ نمیفهمم. خب شما به غذا خوردن کجا میری استاد ملکه؟ نمیفهمم. اما آزاد برم هیچ چیزی نگفت. شام میایه و مرا میبره. نه خیلی هم نمیشه. میخوایم یک لباس جدید بخرم. فاطمه خواهر، میشه شما همراه ما کمک کنید؟ اگر نه باز تا شام چیز پیدا نخواد کدام. درست است. من دست کول من میگیرم میایم. بیادر به خدا قسم میخورم نیت بد نداشتم. من با هیچ کسی قسم نیت ندارم. بازوق و خواهر شماست. فقط گپ میزدیم. برش یک کتاب داده بودم. درباره همو گپ میزدیم. یوسف میفهم که تو نیت بد نداری. دجله دخترمان بسیار شرمیده بود. پیش روی کلگی خوب نشد که او را و قسم برد. استاد من متوجه میباشم، شما تشویش نکنید. درست است؟ قهر نباش دیگه. تشویش نکن جانم. درست است؟ دخترم چی شده؟ تو چی کردی قندم ها؟ راست بوده، همراه او بچه بود. تو برشان گفته همون نیست؟ از خاطر تو شده. دختر احمق. ما هیچ کاره نکردیم. ما هیچ چیزی نگفتیم. تو از کل چیز خبر داشتی و به ما چیزی نگفتی. همه تو از آفرین به تو. زهرا ای گپ راست است؟ گفتم راست است؟ ببرین ایره در اتاقش قفل کنین. اجازه ندین که از اونجا بیرون شود. به مکتبم نره. از این که به عزت مالکه وارد کنه خوب است که در خانه باشه. مادر بس است. زهرا دخترم چی شده؟ کسی چیزی گفته؟ مرنه دجله را گفتن به خاطر کبرا یوسف گپ زده. او را نمیمانند که دیگه به مکتب بره. قسمه که همراهی ما کردن او را در اتاق قفل کردن. درست است دخترم، جگر خون نباش. در قصهش نشو. در کار اونا دخالت نکن.
مادر صدقتان شما می کار نکنین، لطفا این کار نکنین. دجله هنوز طفل است، از اطفال اشتباه سر میزنه. لطفا او را ببخشید، دیگه این کار نمیکنه. اجازه بدن که مکتب بره. دیگه حق نداره. بچایتان رسم و رواج ما را نمیفهمن، دخترایتان ادب و اخلاق نمیفهمن. بس از دیگه. آزاد بچه، دجله کجاست؟ در اتاقش است. بعد از یام اینجا می باشه. تصمیم نوجین مادر است. چطور دجله رو قسم به خانه آوردی؟ یوسف چرا به سیلی زدی؟ اونا اردویشان با هم درباره کتاب گپ می زدن. برات قصه خوبی را گفتن آزاد. ما به امر نوجین مادر او را آوردم. قسم که همیشه به امر او اطاعت میکنم. راست میگه؟ مادر میبخشن. اول باید کل چیز گوش کنی و بفهمی اونا هیچ گناه ندارن. در پیش روی کلگی اونا را شرماندی. اگه اونایی را میفهمیدن باز پیش روی کلگی 6 تا قصه نمیکردن. تو همیشه اشتباه میکنی دوران. بیادر خواهر جان، بیادر اونا من از مکتب میکشن. خواهش میکنم با کار اجازه ندین. درست. آرام باش. بیا اینجا بشی. آرام باش. بیا اینجا بشی که گپ بزنیم. هیچ کس مانع مکتب رفتنت نمیشه. من اجازه نمیتونم که کار شد. درست از گریه نکو خواهرت خنده. حالا آرام باش. گریه نکن. میتونی که به گپایم گوش بدی. درست است. گوش که چی میگم. چطور است؟ دجله خوب است؟ خوب است مادر، خوب است. با یک مشکل او را آرام ساختم. دوران در خانه است. نه خیر، رفت. مادر به این گپا گوش نکنین. اونا هنوز طفل هستن. یعنی وقتی که یک دختر و بچه یک جا می باشن باز لازم است باید همین قسم فکر شوم. آزاد از همین خاطر باید تو خان شوی. وقتی که همه را غلط میگی باز فکر نمی کنی که باید همه را جور کنی؟ میخوای که میدان با اونو اعلا کنی؟ زندگی خواهر و بیادرت و زندگی تمام اطفالی که در اینجا زندگی میکنه به دست تو از آزاد بچه. اگر تو منصرف شوی باز تمامی اطفال از خانهشان بیرون شده نمیتونند. همه قسم اطفال دستن خورد عروسی میکنند. نمیشه که این همه مشکلات نادیده بگیری آزاد بچه. وقت تو این همه را درست نکنی باز کی خود کرد؟ نوجین مادر؟ یا که دوران؟ میخوای که زندگی یه اطفاله به دست اونا الابتی بچه؟ اگر میخوای که مانعی همه شوی باز، اگر نمیخوای که کلگی قربانی رسم و رواج شون باز او وقت دیگه باید تو خان شوی. امشب در مقابل نوجین مادر استاد شو و بگو که من خان میشم.
ای چطور است؟ مقبول است نه؟ چی بفهمم؟ به نظرت برم میزیبه؟ البته که برات میزیبه. حالا دیگه یک بار برو بپوش. مر بر ما بتیره. تو کی هستی احمق؟ ها؟ کی هستی؟ تو را کی روان کده؟ ها؟ سری روانت کده؟ ها؟ کی هستی؟ گفتم جواب بده. کی هستی؟ جواب بده. دوران چی گپ است؟ چی شده؟ ارگوت پشت تو نفر روان کده. اینجا استاد بود تو را میدید. گپ بزن احمق. نه خیر خان صاحب، همراه ارگوت هیچ کاری ندارم. آزاد خان مرا تعیین کرده که از استاد محافظت کنم. بیبی احمق، اگه دروغ بگویی باز ما همراهت کار دارم. به خدا خان صاحب راست میگم. اگه خواسته باشی با آزاد خان زنگ بزن و بپرس. گفت که استاده تنها نمانم. آزاده برام گفته بود که از من محافظت میکنه. من نخواسته بودم. معلوم میشه که کار خود کرده. زهرا دخترم چی میکنی؟ خاطرات منو بیشتر میکردم. میخوایم برای اونا چای بیسکیت ببرم. اگه خواسته باشی تو هم بیا کمک کن. بعدش ما و تو هم با هم یک چای مینوشیم. کمی قصه هم میکنیم. چطور؟ درست از خاله آسیه. بیا. مادر، روز چیزی که شده من خبر ندارم. به خاطر پشتیبانی از دخترت هیچ خود خسته نساز. امشب موضوع دیگه چیز است. اگه خواسته باشی باز فردا درباره دخترت گپ میزنیم. حال آزاد کجاست؟ نیک نمیایه ها؟ نه خیر مادر، هنوز وقت است. حتما میایه. نیم ساعت دیگه منتظرش میباشیم. بعد از او اگه بیایم باز هیچ فایده نداره. برش بگو که ناق خدا به زحمت نسازه. زندگی خواهر و بیادرت و زندگی تمام اطفالی که در اینجا زندگی میکنن به دست تو از آزاد بچه. وقتی که تو هی همه مشکلات حل نکنی باز کی مشکلات حل میکنه؟ بگو بچه. نوجین مادر ها؟ یا که دوران؟ میخوای که اختیار زندگی اطفالا به دست اونا بانی بچه؟ اگر میخوای که مانعی همه شوی باز امشب در مقابل نوجین مادر استاشو بگو که من خان میشم. چطور معلوم میشم؟ ماشاءالله بسیار مقبول معلوم میشی.
بسیار هیجانی هستم. آزادم مال خاط رسید. خدا کنه تا آمدن او ضعف نکنم. معلوم است دیگه او نمیای مادر جان. میفهمیم. چرا منتظر هستیم؟ مادر چند دقیقه دیگر منتظر می باشیم. ما باور دارم که آزاد می آید. تمام مردم چشم برای آزاد است. ده حق اونو جفا نمی کنن. چی شده؟ دجله چپ نشده هنوزم گریه میکنه. میرم که او رو ببینم. دیجه از اینجا بگم شو. آقا آزاد اجازه نمیده که اونا تو رو از مکتب بیرون کنن. تو تشویش نکن. اما آزاد بیادرم در اینجا نیست. نیست. او هیچ وقت تو رو تنها نمیمونه. حتما تو رو به مکتب روان میکنه. به خاطر من چقدر کوشش کرد. به خاطر که عروسی مرا نکنن و مرا از مکتب نکشن. تمامش از خاطر تو شد. از خاطر تو آزاد بیادرم قصر ایلا کرد. به خاطر تو بود که همراه نوجین مادر کلانم مخالفت کرد. اگر آزاد بیادرم اینجا می بود بازی همه نمیشد. ایلا دیگه همه تو هستی. تو هستی. از اینجا برو. بسیار ناوقت شده. آزاد هنوزم نامده. تا این وقت کجا بوده میتونه؟ شاید برسه. حتما دراز. بیا دیگه آزاد. زود بیا یک کنیم. صدقیت شما بیا. کاش که مرا ترک نمیکردین مادر جان. کاش که با هم یک جا می بودیم. وقتی کسی خانواده نداشته باشه باز مثل برگ خشک میشه. من میخواستم که دستای مادرم بگیرم. میخواستم در آغوشش بخوابم. مادر شما مرا هیچ دوست ندارین؟ البته که دوست دارم. من
ما بدون تو هیچ کس دیگر ندارم دخترم. اگه همراه من می بودین باز شاید این مصیبت ها به سرم نمی آمد. شاید مثل سپر پیش روی مستاد می شدین. هیچ کس ما را جدا نمی ساخت. بیازو هیچ کسی جدا ساخته نمیتونه عزیزم. هیچ کسی در زندگی ما داخل شده نمیتونه. حتما موترش خراب شد که آمده نتانست، به خاطر که زیاد ناوقت شده. یک بار برش زنگ بزن. نه خیر، چند دقیقه دیگه منتظر می باشم. استاد جانم، بسیار زیاد ترسیدم که شما را چیزی نشه. اگه همراهت نباشم مهم نیست، اما همی که از دور و نزدیک ببینم که شما خوب هستین همین احساس برم توانایی میده. محبتتان از دور احساس کردم میتونم. محبتتان نسبت به من مثل یک مادر واقعی از استاد. استاد ملکه، کاش که شما مادرم میبودین.